توی مسیر کلاردشت به سمت بندربن هستیم. این بندربن و اینجا هم تابلوی حصارچال و یه چیز دیگه است که من اطلاعی ندارم. قراره بریم سمت حصارچال. اینجا خانه کوهنورده، همونجور که دارین میبینین کلی ماشین هست. خب بچه های گروه آماده شدن، منتظریم ماشین بیاد ما رو ببره تا یه مسیری بچه ها و بعدش به ادامه مسیرمون. همه آماده وسایل. این ماشین ها اومدن که ما رو ببرن، ولی با نیسان رفتیم چون که اون ماشین دیگه جا نداشت. رسیدیم حصارچال. میخوایم یه چند ساعت پیمایش رو بریم بالا و ادامه ماجرا را با ما باشید. اولین یخچال. هم یلا حرکت کنید یا کار فردا نشیم. حرکت کنید تقریبا شب شده. تاریک نشه. رسیدیم، کم زدیم. ساعت 5 صبح اینم کمپ ماست که میخوایم شروع به حرکت کنیم. اینجا ایستادیم که یه چیزی بخوریم و چون ما خیلی زود حرکت کردیم صبحانه نخوردیم و مشاهده میکنیم که یه ارتفاع خیلی زیاد رو بالا اومدیم و من که دارم فضا رو بهتون نشون میدم، اینم دوستا من خستن نشستن. رسیدیم به این قسمت. میخوایم از اینجا اون پاتو بنداز از اینجا بریم بالا. آخرش آخرش دیگه هیچی نمونده. بالاخره رسیدیم هرم کوه. من با بچه‌های گروه، اینم ارتفاعی که ما اومدیم بالا و اون دریاچه که یخ داره. جالبه. بعد صعود به قله داریم برمیگردیم. بالاخره تونستیم. سپیدم اولین صعودشه. خیلی خستیم. ما برگشتیم به خانه کوهنورد و حکمای صعودمون گرفتیم. من اینجا یه دونه قهوه خوردم که ذره حالم بهتر شه و با یه آهنگ لوری صعود رو تموم کردیم.